خب سلام دوستان، بریم برای جلسه سوم. ما توی جلسه قبل در مورد خروجی گرفتن‌های از جاوا اسکریپت صحبت کردیم. گفتیم که الرته، بعد کنسول دات لاگ. یک کنسول دات لاگ توی بخش کنسول اگر اینجا اینسپکت بگیریم میاد اینجا نشون داده میشه. داکیومنت دات گت الیمنت بای آیدی رو گفتیم از طریق این ما میتونیم آیدی که به تگ پی یا به تگ کدهای HTML مون دادیم و اینر HTML رو بیام تغییر بدیم که اینجا ما نوشته بودیم this is JS course. بعد اینجا اومدیم اونو تبدیل به فاینالش کردیم که اینجا میبینیم. بعد اومدیم دات رایت رو گفتیم که این دیگه توی کنسول نمیره، مستقیم همینجا نشون داده میشه مثل هلو چیلدرن که اینجاست. این جلسه میریم سراغ وریبل ها و انواع وریبل که شامل ور، لت و کانست رو تعریف میکنیم و تفاوت‌های بین این سه تا رو می‌خوایم بگیم. امروز بیشتر از لت و کانس استفاده می‌کنن و میخوام که تعریف فرق تفاوت در واقع لت و کانس رو به شما بگم. مثلا ما اینجا میگیم که یه لت تعریف می‌کنیم به نام fname مساوی با داخل تگ کوتیشن سپنتا مثلا، و بعد میریم کنسول دات لاگ میکنیم fname رو همونطور که میبینیم اینجا سپنتا توی کنسول دات لاگ اومد. حالا بعد میریم سراغ کانست. کانست مثلا DSA مثلا یه همچین چیزی تعریف میکنیم، بعد میذاریم مثلا 5 بر فرض مثال و بعد کنسول دات لاگ میکنیم DSA رو. اینجا همونطور که میبینید 5 نشون داد. حالا تفاوت اینا رو میخوام بهتون بگم. ببینید اگر که ما اینجا دوباره بیایم fname رو تغییر بدیم دیگه، مثلا اونجا سپنتا اینجا بنویسیم رضا. اوکی، یا داخل تگ کوتیشن بنویسم رضا. همونطور که میبینید اینجا تغییر کرد، سپنتا تبدیل شد به رضا. اما ما توی کانس این کار نمیتونیم بکنیم. مثلا من نمیتونم دوباره اینجا بیام DSA بگم مساوی بذارم و این دفعه مثلا 10 بذارم. میبینیم که اینجا خطا میده. همچنین من نمیتونم که بیام اینجا حتی خالی بذارم. میبینیم که باز یه خطایی اینجا میده. پس بنابراین تفاوت کانس و لت توی اینه که ما لت رو میتونیم بعدش تغییر بدیم، اما کانس رو به هیچ وجه نمیشه تغییر داد. این نکته مهمی که من اینجا رعایت نکردم در واقع، ما حتما باید مثلا توی نامگذاری اینا دقت بکنیم که یه اسمی انتخاب بکنیم که معنی دار باشه، چون بعدا وقتی تعداد کدتون بالا میره ممکنه به مشکل بخوریم. نکته دیگه ای که هست، مثلا ما نمیتونیم اسم انتخاب کنیم که خود جاوا اسکریپت رو رزرو کرده. مثلا ما نمیتونیم برای لت دوباره بیایم مثلا یه اسم لت بذاریم، همونطور که نمیشه. ایف هم همینطور، چون ایف هم رزرو شده جاوا اسکریپت، و الس هم همینطور. به همین صورت نمیتونیم این نام ها رو انتخاب کنیم، ولی اسمای دیگر رو ما میتونیم انتخاب بکنیم. یه چیز دیگه ای که هست اینه که ما نمیتونیم عدد هم تعریف کنیم. یعنی مثلا برای اول اسم نباید عدد باشه، مثلا 2SA مثلا همچین چیزی. اینجا ما میبینیم که این خطا این ولید میده. نکته بعدی اینه که ما نمیتونیم از خط تیر هم استفاده بکنیم. مثلا سارا مثلا یه خط تیر اینجا بکشیم، همونطور که میبینید اینجا unexpected token میده، دوباره ایرور میده. نکته بعدی که هست، مثلا ما فرض بکنید که اینجا ما let fname استفاده کردیم. حالا اگر اومدیم که توی پایینی مثلا fname رو با f بزرگ نوشتیم، دیگه این با اون فرق میکنه، یعنی مثلا این یه چیز جدا میدونه. پس ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. همون چیزی که برای این استفاده کردیم باید برای اینم استفاده بکنیم. نکته بعدی اینه که توی اسم گذاری متغیرها، اگر که ما بتونیم مثلا
اگر که این کارو بکنیم خیلی بهتره. مثلا ما اسممون طولانیه، نامبر مثلا children. خب بر فرض مثال نامبر مثلا child. اوکی. اگر که ما بیایم اینجا این سی اول رو بزرگ بنویسیم خیلی best practice، یعنی خیلی بهتره. همونطور که میبینیم اینجا ما میتونیم اگر که به این صورت نامگذاری بکنیم خیلی بهتره. خب تموم شد 5 دقیقه ما. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.